این مرکز تحقیقاتی در ترکیه برای حفظ ذات یا نژاد گربه ون کار میکند. گربه ون خاص ولایت همنامش در جنوب شرق ترکیه است و با رنگ چشم موی سفید درخشانش از گربه های دیگر فرق دارد. عبدالله کیا رئیس مرکز تحقیقاتی میگوید آن را سال 1992 زمانی که تعداد گربه ون به طور چشمگیر در حال کم شدن بود تأسیس دادند. و افزود نقشه آنها زیاد کردن گربه ون بود و سال گذشته توانستند که 110 گربه اصیل این ذات را به دست آورند. البته هدف ما در اینجا تنها زیاد کردن تعداد گربه ها نیست. هدف ما زیاد کردن شماره گربه های اصیل ون است. از این رو در اینجا روند انتخاب صورت می گیرد. نه هر گربه مادر امکان دارد که برای نسلگیری استفاده شود. سابقه یا پیشینه هر گربه مادر را کمش 5-6 سال می سنجند. تنها پس از آن درباره اینکه کدام از آنها می تواند برای نسلگیری استفاده شود تصمیم می گیرند. محمد اتر بایر در مرکز تحقیقاتی کار میکند. وی مسئول نگاهبینی گربه های ون است. میگوید که در ابتدا به دست آوردن گربه های اصیل دشوار بود، زیرا اکثر آنها از کوچه ها گرفته می شدند، آن جایی که با نژاد یا ذات های دیگر جفتگیری کرده بودند. این روند در سالهای اول زمانی که ما کار را سر کردیم بسیار دشوار بود، زیرا ما گربه ها را از خیابان ها جمع می کردیم و 60-70% گربچه هایی که تولد می شدند سیاه و سفید بودند. حالا این تناسب ژنتیکی به 5% پایین آورده شده و اکنون تلاش ها برای به آهستگی پاک کردن ذات ادامه دارد. در این مرکز تحقیقاتی به مهمانان اجازت داده شده است که 10 گربه ون را از نزدیک بینند، به آنها خوراک دهند و یا آنها را نوازش کنند. اگر بازدید کنندگان خواهند می توانند خوراک خورند، به داخل درآیند، حیوانات را سیله کنند و وقت را خوب گذرانند. به ویژه عائله ها می آیند زیرا می خواهند در دل فرزندان محبت را به حیوانات جای کنند.